ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی عمری به وسعت تاریخ دارد که سراسر آن جوانمردی، محبت، مبارزه با ظلم و توأم با موسیقی بوده. اما تا چند سال پیش کمتر کسی خارج از مرزهای ایران این ورزش کهن را می‌شناخت. و همین واسطه فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی IZSF با هدف معرفی و توسعه ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در سطح جهانی از سال 1383 تأسیس شد. در این مدت کوتاه و با منابع محدود IZSF بالغ بر 85 کشور را به عضویت خود درآورد و کنفدراسیون‌های قاره‌ای را تأسیس نمود. دکتر مهرعلیزاده از همان ابتدا با اعتقاد به اینکه میتوان ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را همچون رشته‌های جودوی ژاپنی و تکواندوی کره‌ای‌ها در سراسر جهان گسترش داد، پا در این عرصه نهاد. از مرشد رخصت به رخصت بعد وارد گل میشه و گلا میبوسه. تا به امروز که 15 سال از تأسیس فدراسیون بین المللی IZSF می‌گذرد، اتفاقات قابل تأملی رخ داده که یکی از آنها برگزاری کلاس‌های مربیگری برای گسترش این رشته در سراسر دنیا بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم زورخانه رخصت. به جهت ارتقاء ورزش زورخانه‌ای پنجمین دوره کلاس مربیگری ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در تهران از 16 تا 21 آذر ماه 1398 برگزار گردید. در این دوره شرکت کننده‌هایی از کشورهای بلاروس، روسیه، ترکیه، هندوستان، پاکستان، عراق و جمهوری آذربایجان حضور داشتند. برخی از کشورها حتی با 3 نماینده در این دوره حضور پیدا کرده بودند که این مسئله از اهمیت رشته زورخانه‌ای در این کشورها خبر می‌دهد. این دوره اولین دوره‌ای است که تحت عنوان دوره مربیگری سی بهش میگیم ABC در حقیقت داریم. این دوره همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 16 نفر از ورزشکارانی که تو این 7-8 سال گذشته به ما پیوستن و یاد گرفتن اومدن دوره مربیگری ببینم. کشورهای بلاروس و روسیه و ترکیه و آذربایجان و عراق و پاکستان و فکر کنم یک کشور دیگه هم هست که اینا اومدن و برمیگردن اونجا اولا یاد میدن. حتی ما به اینا این دفعه گواهیشون رو در حقیقت نمیدیم، گواهی شرکت بهشون میدیم ولی گواهی مربیگری بهشون نمیدیم. مشروط است به اینکه 6 ماه زیر نظر ما از طریق کنترل‌های فضای مجازی در حقیقت اونجا کار بکنن و شاگرد تربیت بکنن و بعد از اینکه 6 ماه این کارو کردن و 1 سال هم توی دوران مختلف اینا فرستادیم و مربیگری کردن، بعد از اون ما اینها رو میتونیم وارد کلاس مربیگری دوره B یا دوره دوم در حقیقت بکنیم. خوشحالم از این که اون حرکتی که شروع کردیم، اون حرکت الان تبدیل شده به یک حرکت منظم علمی به اصطلاح توسعه‌ای. هنرجوهای مرشدی با لهجه انگلیسی اشعار فردوسی را می‌خواندند و ضرب می‌گرفتند. چوزوی بیدار آوارد روزگار. چاشنی این اشعار حرکات میل، سنگ و شیرینکاری بود که باعث حیرت میهمانان در روز اختتامیه شده بود. روزهای خوب در انتظار ورزش آبا و اجدادی ما است که با همت همه مسئولین این مهم محقق خواهد شد.